یعنی دو مردی که بچه بازی میکنن، کننده و کرده شده، هر دو در آتش دوزخ هستند. شمس الدین ذهبی را خدا رحمت کند میگوید وقتی که میگه مرد بالای مرد میبراید، روایتی هست عرش پروردگار میگوید در حرکت می در آمده است، عرش الهی میگوید می جنبیده است و خداوند میگوید چنان غضبناک میشده است از عمل این دو مرد که حتی میگوید غضبش نزدیک است که آسمان را بر زمین بچسباند. لیکن همون حاملان عرش، ملائکه هایی که در اطراف عرش هستند، اونها میگوید چنان به شتاب سوره اخلاص میخوانند، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فقط صفاتهای خداوند میخواندند، چنان زیاد میخوانند که حتی که میگوید آهسته آهسته غضب خدا خاموش میشده است. هر یکی شما از این گیاه در خونه‌تان باید داشته باشید. تا آخر ویدیو را تماشا کنید، حاضر همه‌اش را میفهمونم. برادرایی که یزوه ژلوده دارید، گاستری دارید، یزوه 12 انگشته دارید، حل کردن برای شما مشکل بسیار تنقیسی میکشید، راه حل این مشکلی ها را به شما شرکت شفافرما پیشنهاد میکند. مرحمت ژلوده تازه از گیاهای طبیعی 100% کفالت دارد در صفتش. علاوه بر این با خواندن آیات های قرآن کریم تیار شده است. برادرایی که میخواهند ژلودی که خود را زکات کنند در واتساپ ما نویسند. سلام دوستو، با شما صمیمانه کورس لیچنش پیشنهاد میکنم. کورس لیچنش 8 تا 12 کیلوگرم وزن میگیره و از موج بشمش تا 15 کیلوگرم. همچنین گردش خون تیز میکنه، تنه را به خود میکنه. بشینیم مثلا میتونه مرحمت به شرکت شفافرما زنگ زده، شرکت شفافرما مراجعت کرده به متخصصاش داروی خود را دسترس نمایید. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. دو جوان بی نهایت عذاب دارند. معجزه حضرت عیسی هم همین بود که از حال قبر خبردار بودند و از خداوند هر چی طلب میکردن خداوند برای اونها عیان میکرد. میگوید پرسان کردم ای دو جوان برای چی شما در این عذاب گرفتار شدین؟ میگوید عذابشان این گونه بود. یک تایمین جوان میگوید مثل آتش میشد، حمله به سوی دیگر میکرد، وای میسوخت، عذاب میکشید. باز یک زمان پس همون به جوانی رفیقی که سوختگی بود، وای باز شکل آدم میکشود، وای آتش میشود، باز اینش میسوزاند. وقتی پرسان کردیم گفتن ما هر دو در دنیا با خواهش یکدیگر بچه بازی میکردیم. یعنی وای مرا استفاده میکرد، من وای را استفاده میکردم. امروز عذاب ما تا روز قیامت همین است که وای مرا میسوزاند، من وای را میسوزانم. چه یک عمل زشتی هست. امروز همین عمل زشتی که پیغمبر خدا 1000 و قریب 500 سال پیش یاد کرده است، امروز در بین مردم ما و شما وجود دارد. اگر شما آگاه باشین، در ماه می بود وقتی در حکومت مجلس شد، از لیلی کوتل دو آدم آورده محکم کردن. یک تاش بچه 5 ساله، یک تاش بچه 19 ساله. هم لیلی کوتل ما و شما. همون کودک که رسیده است وای با بچه امکش بوده است. همون کودک 5 ساله را رسیدند که وای کودک دیگر بیچاره هیچ جای آبادش نمانده است. لیکن حکومت باز غمخوار همین بدبخت کرده است. 8 سال وای از حقوق آزادی محروم کرده است. اسلام چی میگوید؟ اسلام میگوید بچه باز کشتن در کار. با 3 راه فقهای ما و شما گفتن، صاحبان مذهب. یکی گفتن با شمشیر کشتن در کار، دیگری گفتن نه، هر دی اینها را به آتش سوزاندن در کار در دنیا. حضرت امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما و شما گفتن اینها را از بلندی پرتافتن در کار. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان.
هم زبان عربی قدی نویسگه، هم با زبان کریلیکی طرزی خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. این یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسگه، هم با زبان کریلیکی نویسگه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز به شما خاطر رسان میکنم که جوانای عزیز، من باور کنین از این خدچه ها و از این مراجعت های زنها به خلاصه آمدم که به شما همه خبر میدهم، چگونه که در جمعه پیشین به شما خبر دادم که خانه‌داری ها را باید که با طریق برنامه های تلویزیونی نکنین. خانه‌داری هاتون مثل خانه‌داری های غربی ها نکنین، اینا حرام هستند. شما تقلیدی به مردم غرب نکنید. ملت را رفت چون آیین زده است، ملت را رفت چون آیین زده است، مثل خاک اجزای او از هم شکست. هستی مسلم ز آیین است و بس، باطنی دینی نبی این است و بس. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را. میگوید از مردم غرب شما پیرو نشین، آن دین و آیین و آن رسم و اصولی که داشتین با او رفتار کنین، با آنها شما معامله نکنین، با گفتار و کردار آنها شما چکار نکنین، رفتار نکنین. رسول اکرم میگوید سبعتون لا ینظر الیهم الخالق ولا یزکیهم و یدخلهم النار. گوش اندازه به نهایت وعید سخت از جانب پیغمبر خدا خبر دادم، برای کی 7 طایفه گفتم پیغمبر. 7 طایفه هست که خداوند در روز قیامت به اینها نظر نمی کند، در روز قیامت اینها را وارد جنت نمی گرداند و اینها را پاک نمی گرداند و اینها را وارد دوزخ می گرداند. این حدیث شمس الدین ذهبی در کتاب کبائرش آورده است در باب لواطه. میگوید این 7 طایفه کیها هستند؟ یکم الفاعل و المفعول به. پیغمبر گفتند فاعل و مفعول، کننده و کرده شده، یعنی 2 مردی که بچه بازی میکنند، کننده و کرده شده هر دو در آتش دوزخ هستند. شمس الدین ذهبی را خدا رحمت کند میگوید وقتی که میگه مرد بالای مرد میبراید، روایتی هست عرش پروردگار میگوید در حرکت میدر آمده است، عرش الهی میگوید می جنبیده است و خداوند میگوید چنان غضبناک میشده است از عمل این 2 مرد که حتی میگوید غضبش نزدیک است که آسمان را بر زمین بچسباند. لیکن همون حاملان عرش، ملائکه هایی که در اطراف عرش هستند، آنها میگوید چنان به شتاب سوره اخلاص میخوانند، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فقط صفاتهای خداوند میخواندند، چنان زیاد میخوانند که حتی که میگوید آهسته آهسته غضب خدا خاموش میشده است. حضرت عیسی میگوید وقتی من به پیش یک قبر گذر کردم، نگاه کردم که 2 جوان بی‌نهایت عذاب دارند. معجزه حضرت عیسی هم همین بود که از حال قبر خبردار بودند و از خداوند هر چی طلب میکردن خداوند برای اونها عیان میکرد. میگوید پرسان کردم ای 2 جوان برای چی شما در این عذاب گرفتار شدین؟ میگوید عذابشان این گونه بود، یک تایمین جوان میگوید مثل آتش میشد، حمله به سوی دیگر میکرد، وای میسوخت، عذاب میکشید. باز یک زمان پس همون به جوانی رفیقی که سوختگی بود، وای باز شکل آدم میشود، وای آتش میشود، باز اینش میسوزاند. وقتی پرسان کردیم گفتند ما هر دو در دنیا با خواهش یکدیگر بچه بازی میکردیم، یعنی وای مرا استفاده میکرد، من وای را استفاده میکردم. امروز عذاب ما تا روز قیامت همین است که وای مرا میسوزاند، من وای را میسوزانم. چه یک عمل زشتی هست. امروز همین عمل زشتی که پیغمبر خدا 1000 و قریب 500 سال پیش یاد کرده است، امروز در بین مردم ما و شما وجود دارد. اگر شما آگاه باشین، در ماه می بود وقتی در حکومت مجلس شد، از لیلی کوتل 2 آدم آورده محکم کردن، یک تاش بچه 5 ساله، یک تاش بچه 19 ساله. هم لیلی کوتل ما و شما همون کودکه که رسیده است وای با بچه امکش بوده است،
همان کودک 5 ساله را رسیدند که وای کودک دیگر بیچاره هیچ جای آبادش نمانده است، لیکن حکومت باز غمخوار همین بدبخت کرده است. 8 سال وای از حقوق آزادی محروم کرده است. اسلام چی میگوید؟ اسلام میگوید بچه باز کشتن در کار. با 3 راه فقهای ما و شما گفتن، صاحبان مذهب. یکی گفتن با شمشیر کشتن در کار، دیگری گفتن نه، هر اینها را به آتش سوزاندن در کار در دنیا. حضرت امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما و شما گفتن اینها را از بلندی پرتافتن در کار. چقدر جای بلند میابین از بلندی میپرتاینشان. این است گفتن جزای اینها. اینم از کجا آمد؟ همین بچه بازی هم از مردم غرب آمد. من باوری دارم که همه شما تلویزیون نگاه میکنین، 1 هفته هم نگذشته است در پارلمان اسپانیا قبول شد که بچه را نکاح کنه درست است. امروز 5000 نفر مردها در شهر اسپانیا یکدیگر را در نکاح خود در آوردند. 5000 نفر. باز رئیس همون جمهورش خرسندی دارد که من از روزی که رئیس جمهور شدم چی یک اقدام نیکی را در بین ملت مهوی کردم کشادم. چیکار کرده است؟ 2 مرد را اجازت داده است که یکدیگر را در نکاح یکدیگر درآورند. این قبلا در نیدرلند هم بود، در ایتالیا هم بود، در بلژیم هم بود، لیکن امروز اسپانیا باید قبول کرد. آزاد، مرحمت. ما و شما باید که به نعمت اسلام شکرانه کنیم. همه این افعال بد و کردار بد و شوم برای ما و شما اسلام آگاه کرده است. این نعمت خیلی قیمتی است که خداوند برای ما و شما نصیب گردانده است. حتی در همین زیرکی هم همدانی دهم، یک جوان از یک آدمی که بیچاره عقلش نمیرسیده است و همون رسیده بود، هم نزدیکی داشتگی هست. اون بیچاره عقل نداشته است، لیکن 7 سال از این جوان کننده باز کلانسال بوده است. این معامله ها الحال در بین مردم ما و شما وجود دارد. اسلام ببینید میگوید که اگر ما خلا رجل بامرأتین الا کان ثالثهما الشیطان، اگر وقتی مرد با یک زن بیگانه در یک خانه می نشینند یقین دارند که سیوم اونها شیطان می شود. یعنی چی زنی همسایه باشد، چی همسینفش باشد، چی خیشش باشد، وقتی در یک خانه که تنها نشستند حتمی در وسواس شیطان گرفتار می شوند و اونها دست به زنا می زنند. اسلام میگوید جوانی که اگر زیبا باشد، بیریش باشد، وایم حکم زن را دارد، باید با وی در یک جانه نشینی. حضرت عبدالله ابن عمر میگوید وقتی در راه نشسته بود نگاه کرد که یک امرد میگویند، عربها امرد میگویند، جوانی بیریش را امرد میگویند. میگوید یک جوانی خیلی زیبا آمده ایستاده بود. در حال حضرت عبدالله میگوید خانه در آمدند، در را بستند. وقتی این میگوید امرد، این جوان از پیش خانه عبدالله که گذشت باز در را کشادند. رفیقای او پرسیدند چرا خانه در آمدی باز بر آمدی؟ گفت یک فتنه از بالا آمده ایستاده بود. پیغمبر خدا گفته بود که کدام جوانی که زیبا صورت است، ریش ندارد، شما همراه او یک جا ننشینید. بین این حکمت های پیغمبر خدا را بین که امروز 2 جوانی که یک جا میشوند حتمی به این کار دست داده ایستادند. خدا رحمت کند حضرت امام احمد حنبل میگوید یک جوانی را درس میدادند، وقتی که یک بار آمد، دویم بار آمد، گفت که دیگر نزد من نیا. گفت نزد من، گفت برای تو جایز نیست دست گرفتن. وقتی آمدی یگان محرم خود بیار، یا برادرت باشد یا پدرت باشد، همراه خود بیار. حضرت امام ابو حنیفه میگوید این جوانها را چهره خود به او طرف میگرداند و این جوانها از پس می نشستن درس میگرفتند تا که همین فتنه شیطانی در بین اونها پیدا نشود. انا پیغمبر گفتند یکم کسی که در لعنت خدا گرفتار است، انا همون کسی است که در دنیا بچه بازی میکنه، که با این وعیدهایی که الحال گفتم اونها گرفتار میشوند. و دومش کی است؟ دومش پیغمبر خدا گفتند و ناکح بیدی، کسی که با دستی خودش حرام میکنه. اینها هم گفتند در لعنت خدا گرفتار هستند و روز قیامت از عذاب خدا خلاص نیستند. حتی رسول اکرم که در همین شمس الدین ذهبی را باب لواطه گفته، یک باب داره در همین کتابش، میگوید کسانی که با دست خود در دنیا خودشان حرام میکنن، اینها روز قیامت دستاشان حامله دار میشود. مثل زنی که حامله دار میشود، دستای اینا حامله دار میشوند و مردم میفهمند که اینها در دنیا جوانهای بودند که با دست خودشان حرام میکرده. اینها در میدان قیامت شرمنده میشوند. رسول اکرم میگوید کدام جوانی که یا معشر الشباب،
من استطاع منکم باءة فلیتزوج. کدام ای جوانی که کدام قدرت دارین، پیغمبر گفتن شما زن گیرید. فانه احسن للبصر اغض للبصر و احسن للفجر. زیرا که ناموس شما را، این زنداری شما، چشم شما را، ناموس شما را محافظت میکند. و من لم یستطع، پیغمبر گفت کدام جوانی که اگر قوت زن گرفتن ندارد، فعلیه بالصوم فانه له وجاء. این بخاری روایت کرده است. پیغمبر گفتن که مادام جوانی که قوت زن گرفتن ندارد، با دست خودش را حرام نکند، بلکه وی روزه گیرد. گفتن پیغمبر زیرا روزه گفتن وی را شهوتش را میشکند، شهوتش را نابود میکند، سوی خدا توبه میکند. البته خوش به حال همون جوانی که علال خصوص این جوانهایی که الحال پیش روی ما هست، خوش به حال همه شما که این راهی که شما گرفتید. به خدا قسم رسول اکرم گفتند دوست داشته ترین بنده به سوی خدا که نام او در نزد خدا به نام حبیب خوانده می شود این جوان است. جوانی که توبه کننده است نزد خدا نام او حبیب است. از این خاطر حدیث های پیغمبر خدا در این باب خیلی بیشمار است. یک تای دیگرش که یک جالب کننده دقت ما و شماست، رسول الله چی گفتن؟ گفتن انا، اشاره به سوی خود کردن، من و شاب طایب و جوان توبه کننده و من که هاتین، انگشتاش برداشتن رسول اکرم گفتن مثل همین دو هست. و اشاره بالسبابه والوسطى، اشاره به سوی انگشت سبابه کردن، اشاره به سوی انگشت وسطا کردن. گفتن من و جوان توبه کننده مثل این دو انگشت در جنت نزدیک هستیم. الحمدلله که باوری کامل است که ما و شما در پهلوی پیغمبر خدا هستیم، زیرا رسول اکرم خود وعده کرده است که هاتین و اشاره بالسبابه والوسطى. دیدین گفت به همین منزله گفت جوانها بر من در جنت نزدیک هستند. برو در خدمت پیر مغانی، بکن طاعت به هنگام جوانی. به پیری قوت طاعت نماند، به پیری قوت طاعت نماند و یا قابیز تو را فرصت نماند. خدا رحمت کنه جنونه. حضرت میگه تو در خدمت پیر مغانی برو، تو خدمت رسول اکرم در سر بفرار، تو پیرو پیغمبر خدا شو، بکن طاعت به هنگام جوانی. حالت جوانی تا غنیمت بشمار، در حالت جوانیت خدا در نزدیک شو. برای چی؟ با پیری قوت طاعت نماند. این رکوعی که تو ملایم میکنی و سر خم میکنی و میره بر زمین میخیزی، این آدم پیر کرده نمیتونه. این نمازهای طولانی که تو میخوانی، زبان آدم پیر به این نمیگرده دیگر. به پیری قوت طاعت نماند، دیگر قوت نمیماند. و یا قابیز تو را فرصت نماند. دویم مشکلات شمین است که قابیز گفته ملک الموت میگد، اون ملک الموت دیگر تو را فرصت نمیته. پیری خودش یک نشانه مرگ است، تو را دیگر قابیز نمیماند. تو تکیه کننده دیگر با پیری هم نشو، بلکه اختنیم خمس قبل 50. این پیغمبر حدیثش غنیمت بشمار 5 چیز را پیش از 5 چیز. یکتش چی است؟ یکتش امین است، جوانی را پیش از پیری غنیمت بشمار. این غنیمت است. ما و شما نگیم فرداش در گمان است. فردا چیزی گمان است، این فردا را هیچ کس نمیداند. یک وجب راه است بدیل از تو تا دامان خاک، در سر این میژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. از تو تا دامان خاک یک وجب راه است، خواه پیر باشی خواه جوان، در سر این میژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش.
مثل اشکی که در بالای میشه های ما و شماست که این زمان میغلطد زمان دیگر. انسان حضرت بیدل گفتن هم تحیز کقته. مگو ای تشنه فردا آب نوشم. مگو ای فردا آب نوشم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم. با پیری در راه طاعت بکوشم. اینا نگو تو. برای چی؟ با بوی پیری چندی نوجوانی برفت به توبه از این دار فانی. زیرا که بسیاری جوانهایی بود که غافل بودند، به عقل بودند. اونا تکیه کردن که خیلی پیر کشیدین، حاضر قابلیت کار دارم، دو میکنم، کار دنیا را انجام که دادم، بعد پیر کشیدم، از همه که ماندم خدا را عبادت بکنم. لیکن حضرت گفتن با بوی پیری چندین نوجوانی برفت به توبه از این دار فانی. لیکن با پیری نارسیده و توبه پیری را نکرده که در جوانی چکار کرد؟ سفر کرد، رفت بر جای رفت که دیگر در اونجا این کار دنیای تو دیگر سبب نمی شود. در اونجا جایی هست که دیگر برای تو خجالتی تو دیگر هیچ معنی ندارد. آدم پشیمانیش در همین دنیاست. پشیمانی را در همین دنیا بکن، در اونجا دیگر پشیمانی سود ندارد، فایده ندارد. سبعتون، انس روایت میکنه حدیثه، سبعتون یظلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله. 7 طایفه هست در روز قیامت که خیلی روزی گرم هست، خیلی روزی دهشت هست. هیچ کس بر هیچ کس نزدیک شدن نمیتواند. چگونه که خدا در سوره و نازعات میگه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی. اون روزی است که برادر از برادر میگریزد. مادری که بجان و جیگرش فرزندش بر اون نزدیک است، فرزند دیگر نظری رحمت نمیکند. پدر از فرزند میگریزد. همه مشغول چی هستند؟ آیا نجات میافته باشم یا نه؟ همه در این فکر هست. همان روز سایه هست، سایه عرش میگن او را. همین سایه عرش در بالای کیست؟ پیغمبر خدا را گفت 7 طایفه در زیر این سایه است. یک تایو کی است؟ شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در جوانی خدا را عبادت کرده است، در سایه عرش است. شما پشیمان نشین، شما آرزو به سوی عرق نوشیدن زنا نکنید، بلکه شما گریبانای خدا بگیرین، بگین هزارها بار شکر خدایا ما را تو به سوی خدا در این جوانی هدایت کردی. هزارها بار شکر گفتن نماز شکرانه بخوانین، زیرا بسیار پیرانسالایی هست الحال که میگویند چرا در جوانی ما نکردیم. این افسوس را در پیری میخری. اگر به شرط بام را به پیری برسی دیگر فایده ندارد. حرکت کنین، هیچ کار صد راه شما را نگیرد. در هیچ فتنه و در هیچ ترس و وهم داده نشین، بلکه راه خدا را پیشه بگیرین. انشاءالله شما نجات میابین. عبدالرحمن ابن عوف خدا رحمت مغفرت کند، بهترین صحابه پیغمبر خداست. وقتی که بچهش در جنگ نابود شد، دادرش در جنگ نابود شد، پدر عوف عبدالرحمن نزد پیغمبر آمد، گفت پیغمبر خدا بچه من در جنگ ناپدید شد، او را دشمنها اسیر گرفتن، چیکار کنم؟ رسول الله گفت پدر عبدالرحمن تو شکست دل نشو، تو رفته در خانه نماز بخوان، بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هیچ قوت و توانایی نیست مگر بر همون ذات است. هر کاری که میکند او ذات میکند، تو بر او تکیه کن، پیش من شکایت نکن. وقتی که این پدر میگه آمد بالای جای نماز، طبق گفته پیغمبر خدا را که عمل کرد، هر روز میگه این کلمات میگفت. بناگاه از بین 1 ماه گذشت که فرزندش از اسارت دشمنها نجات یافت. با بزم این 100 شتر دشمن گرفته خانه پدرش آمد. پدرشان گفتن هزارها بار شکر به سوی تو ای خدایی که من تو را به عظمتیت خواندم و از تو من مدد طلب کردم.
شما هم هر مشکلاتی که بالای شما میاد، هر فتنه‌ای که بالای شما میآید، شما چیکار کنید؟ جای نماز پرتوین، فقط زاره و تولا را از خدای خود بکنید، انشاءالله از همه بلاها شما نجات میابید. خدا ترسی را در دلتان، خواه جوان باشین خواه پیرانسال، البته جایگیر کنین. البته کسی که از خدا میترسد، تمام حیوانها و تمام انسها از او میترسند. من این را برای شما یک مثال میارم. وقتی بستان خواندم، بستان سعدی را، حضرت یک حکایت عجیبی آوردن در باب خدا ترسی. تماشا کنیم. همین عملی که شما الحال کردین، به نماز جمعه که میآیین، این خود خدا ترسی هست، این علامت خدا ترسی است. و الا رفیقای شما در پهلوی شما در همون کارخانه‌های کار میکردین، همونجا کار کرده ایستادن، لکن شما را چی؟ ترس خدا و ایمان شما گرفته بر همین مسجد بر وقت آورده رسانید. این ایمان شماست، این ترس خداست. حضرتی را در نظم می‌دارد حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین. سعدی میگوید این حکایه‌ای که من بر شما میکنم این افسانه نیست، بلکه این را حقیقتی دارد، بلکه این در تجربه حیات انسانها گذشتگی هست. آیا این چی حکایت است؟ شما گوش کنید. میگد این حکایت بیهوده نیست. حکایت کنن از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، که صاحب دل بر پلنگ نشست، همه رفت رهوار و مار به دست. یکی گفتش ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. یک صاحب دل، یک خدا ترس مثل شما در بالای پلنگ میگه سوار بود. مثل ما و شما خر و اسب سوار میشیم به آسانی، او صاحب دل پلنگ به آسانی سوار شده است و در دستش یک درنده دیگر مثل مار حرکت کرده رفتیسته. یک شخصی میگه از پیش برآمد گفت ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. همین راهی که تو برای خودت اختیار کردی، این چه خیل راه بود؟ تو از کجا چی کردی که درنده رامی تو شد، نگین سعادت به نامی تو شد؟ این مرد میگه سوالش کرد چیکار کردی که این درنده، این پلنگ است، این مارم درنده هست، اینا چیکار کردی به تو رام شدن؟ حضرت چی گفتن؟ گفتن وگر ور پلنگم زبون است و مار، وگر پلنگم زبون است و مار، ار پلنگم زبون است و مار، وگر فیل و کرگد شگفتی مدار. حضرت میگه گفتن این پلنگی که من سوار شدم، این ماری که در دست من است، اگر ای برادر فردا ببینی که من بالای فیل سوار هستم و در دستم کرگس است، یعنی فیل هم درنده است، کرگس هم درنده است، شگفتی مدار. تو در تعجب نره، تو در تعجب نره که من فردا باز پلنگ سوار بشم و در بالای دستم اگر کرگس بگیرم. برای چی؟ تو هم گردن از حکم داور مپیچ، تو هم گردن از حکم داور مپیچ، کی گردن نپیچه از حکم تو هیچ. اگر تو هم ای برادری که سوال کننده هستی، اگر مثل من تو هم از گردن از حکم داور نپیچی، تو هم اگر پیروی قرآن و پیروی حدیث های پیغمبرت باشی، تمام این درنده ها به تو رام میشوند، همه این درنده ها به تو تسلیم میشوند، در صورتی که اگر تو چی باشی؟ از حکم خدای خود گردن نپیچی، همه اینها رامی تو میشوند. خدا رحمت کند عقبه ابن نافع یکی از سرفرمانده های اسلامی بود. میگد وقتی که رسول اکرم امرش کرد که شمال افریقا را ضبط کرده بگیر،
حضرت میگد بر همون شمال افریقا حرکت کرد با همراهی سربازاش. وقتی که به افریقا رسید، یعنی افریقا میگه ما و شما، وقتی که به اون موضع رسید، یکی از سربازای خود روان کرد، عسکری خودش گفت پیشکی برو کنی نظر کن که یگان موضع خوب برای ساختن خانه باشد مرا خبر بده. آنجا ما برای شما خانه میکنیم، از آنجا حمله بعد به سوی شمال افریقا میکنیم. حضرت میگر آمدن، این عسکر آمد میگر نظر کرد، یک جای خیلی موافق دید، گشت آمد پیش عقبه، گفت عقبه یک سرزمین دیدم به نهایت موافق است برای خانه، لیکن به نهایت شیر، پلنگ، شغال و مار عفیش به نهایت زیاد بود. حضرت گفتن من اونجا میرم. انسان از خدا که میترسید از درنده چرا بترسد؟ آمد میگد از پیش همون جنگل ایستاد و گفت ای گروه شیرا، ای گروه پلنگ ها، ای گروه شغال، ای گروه مار عفی، شما میدانید من کی هستم؟ من عقبه ابن نافع هستم. من از خدا میترسم. من پیرو قرآن، پیرو حدیث های پیغمبر خدا هستم. بر شما بر نرمی میگم همه تان این سرزمین ترک کنین که ما اینجا خانه میسازیم. حضرت میگد بلند این آواز داد. عسکرها در تعجب افتادن، آیا این حرف عقبه را میشنود؟ میگه از بین 1 ساعت گذشت، به خدا قسم میگد پلنگ از پسش چند بچه دارد، شیر از پسش چند بچه دارد، مارایی که چند بچه دارد میگد سله سله از همون موضع میبرامدن. سربازا تعجب شدن، گفتن همشون برآمد عقبه بین حمله میکنیم، همشون میکشیم. نه، گفت من به اینها مراجعت کردم، همچون یک بنده خدا ترس به اینها مراجعت کردم. اینا میدانن که عقبه از خدا میترسد، از این خاطر این سرزمین برای ما و شما ترک کردن تا که ما و شما اینجا خانه بسازیم. ببین، یعنی حضرت گفتن حکایت کنن، این حکایتی که ما کردم سعدی میگد این حقیقت دارد که این از دوره پیغمبر خدا را صحابش به وجود آمدگی است. نظر میکنیم به خدا ترسی حضرت عمر. یک خدا ترسی از حضرت عمر را به شما میگم، بعدا انشاءالله موضوع خودمان آغاز میکنیم. حضرت عمر خدا رحمت و مغفرتش کند که بی نهایت ما عاشق عمر هستیم، عمر را بی نهایت دوست هم می‌داریم، زیرا که تمام وجودش از خدا میترسید، بی نهایت از خدا میترسید.